چجوری توی یه چشم به هم زدن به خواب بریم؟ این پیشیه. پیشی باید فردا هم طبق روال هر هفته به بازار ماهی فروش ها بره تا بار یک هفتش رو خریداری کنه. اما امشب هم هر کاری میکنه خوابش نمیبره. اگه امشب هم دیر بخوابه، باز فردا خواب میمونه و دیر میرسه به بازار. اینجوری باز هم تهمونده گندیده بار بهش میرسه. همون جوری که داشت تمام تلاششو برای به خواب رفتن میکرد، یه فکری به سرش میزنه. آره خودشه. پوفی. از اونجایی که پوفی یه دیوارنورد حرفه‌ایه و هر روز صبح زود بیدار میشه میره برای دیوارنوردی، حتما راه زود به خواب رفتن رو میدونه. سریع گوشیشو بر میداره و با پوفی تماس میگیره. پوفی بعد از کلی خنده با مهربونی اون تکنیک مخفیشو به پیشی یاد میده و پیشی هم مرحله به مرحله اجرا میکنه. پیشی به مدت 4 ثانیه از بینی نفسش رو به داخل میکشه. 7 ثانیه اون رو حبس میکنه و اون رو به مدت 8 ثانیه به آرامی از دهان بیرون میده. و بله، به چرخه ششم نرسیده خوابش میبره. از اون روز همه دنبال اینن بدونن چجوری پیشی یه شبه انقدر در تغییر کرده. اما اون به هیچ کس نمیگه. شما مثل پیشی نباشید.